بریم به سمت لحظات برتر بازی میان دو تیم بزکشی بدخشان و یما پترول. تیم بزکشی یما پترول در نیمه اول با نتیجه 5-0 تیم بزکشی بدخشان را شکست داد، علیرغم اینکه 3-4 موقعیت 100% یما پترول تبدیل به امتیاز نشد، وگرنه حالا نتیجه 2 عددی بود برای این تیم و تیم بزکشی بدخشان خوششانس بود که تیم بزکشی یما پترول نتیجه را 2 عددی نساخت. پرتاب داستان رسلانوف را ببینید که از چه فاصلی گساله را پرتاب کرد سمت دایره حلال. اینجا اولین امتیاز یما پترول توسط خوانتای به ارمغان آمد. در ادامه پهلوانان بدخشان هرچی تلاش کردند تا امتیاز از دست داده را جبران بکنن، موفق نشدن. اینجا داستان رسلانوف امتیاز دوم را کسب کرد تا خیال تیم بزکشی یما پترول را از بابت قهرمانی و پیروزی در این نبرد بزرگ جمع کرده باشند و هواداران تیم بزکشی یما پترول نفس راحتی کشیده باشند. پرتابی که توسط خوانتای انجام شد و امتیاز سوم یما پترول به ارمغان آمد. اینجا هم که گلبدین پهلوان فرصت داشت ولی با مزاحمت نجیب مختار همراه شد. اینجا عبدالسلام یک درگیری جزئی داشت با نجیب مختار. اینجا جدی ترین موقعیت تیم بزکشی بدخشان از دست رفت. بصیر باباشور خیلی سرعت داشت و همین هم باعث شد تا گساله را درست پرتاب نتانه و امتیاز کسب نشد برای بدخشان در اون موقعیت و بدخشانی که امتیازگیریش برابر یما پترول طلسم شد و امتیاز چهارم یما پترول که توسط خوانتای رقم خورد و هتریک این بازیکن. اینجا آقا محمد بهارستانی، پای اسب آقا محمد بهارستانی با اسب بصیر باباشور گیر شده بود و پای اسب آقا محمد بهارستانی یک اصابتی داشت با سر بصیر باباشور. انشالله که مشکلش جدی نباشه و مشکلی دامنگیر بصیر باباشور نشده باشه روی او صحنه. اینجا باز هم هنرنمایی چابک سوار تیم بزکشی یما پترول یعنی خوانتای و پرتابی که تبدیل به امتیاز شد برای یما پترول. اینجا زمینگیری داستان رسلانوف را مشاهده بکنید. در امر بلند کردن گوساله همچنان پرسرعت رفت سمت دایره حلال. پرتابش کارساز بود و تبدیل به امتیاز شد و هرچی از داستان بگیم کم گفتیم. واقعا بازیکن استثنایی است و یکی از غنیمت‌های تیم بزکشی یما پترول محسوب میشه. داستان رسلانوف بیشترین گساله را هم همین بشر برای یما پترول خط کرده و در صدر گلزنان قرار داره. داستان رسلانوف نزدیک به 20-22 گساله را برای یما پترول با 2 گساله‌ای که امروز در برابر تیم بزکشی بدخشان کسب کرد به دست آورده و در صدر گلزنان دور سوم کمال نبیزاده تورنمنت بزکشی مزار شریف با حمایت درجه دوم فیصل خراسانی داره. پرتاب دیگر داستان و پایان بازی با درخشش خوانتای و داستان رسلانوف قرقیزستانی. انشالله که از گزارش بازی ها لذت برده باشید و مورد پسندتان قرار گرفته باشه.